من مرزا عالم خوشبخت یک همکار ما مرزا دولت در دوشنبه مصلحت کردیم که همین روزهای استراحتی را در آسایشگاه دکتر طاهری در دهه پسخانی ناحیه عینی گذرانیم در دیار ما. و دیروز سفر داشتیم روز جمعه با همین همراه ما آمدیم که مرزا محمد هم از شهر اصفهان، پسر خاله ما از شهر اصفهان و هم آمده در مرکزی ناحیه ایستاده است. با هم وقت خوردیم و اول آمده به دهه تمیم به دیار زادگاه ما کمک توقف کردیم و بعد به آسایشگاه دکتر طاهری برآمدیم. با هم استراحت کردیم، شب در آنجا بودیم. بسیار صحبت‌های خیلی اهلانه، خیلی صحبت‌های صمیمی شد. روزهای گذشته جوانی نورسی را به خاطر آوردیم که چقدر در این دهه امان زندگانی می‌کردن. خدا رحمت کنه شما. و نزد انکاز می آمدیم، از انکاز دعا می‌گرفتیم، با پسر عمه‌ها این دهه را گردش می‌کردیم. ولی حالا اکنون اکای ملاظهر در اینجا یک آسایشگاه خیلی سبز خودم بنیاد کردن که از تمام کشور، نه تنها از کشور تاجیکستان، از دیگر کشورهای دنیا هم به اینجا استراحت کنندگان آمده استراحت میکنن. در یک جای خیلی خوشمنظره بنا یافته است. خلاصه ما از به اینجا آمدن ما خیلی ممنون شدیم. یک استراحت خوبه در پیش است. خیلی دوامی گپی اکا کردیم که شب مهمان دکتر طاهری بودیم. این ساعت 8 نشده ما قدی جوی من فتخیم با آمدیم. یک جای خوشمنظره با انا صحبت داریم. بسیار جای خوشمنظره، جای و باد و هوا بین خود و تازه. همین باور کنید اگر چیزی گرم نداشته باشد اینجا خودمون خود دیگه گرما گرفته آمده. گرما گرفتیم اینجا باور کنید با سرما با گرفتار شدیم. خود همه یک صحبت‌های نقص شد، گپ‌های نقص شد، طبیعت نقص، باد و هوا نقص، نسرین همه نقص. حالا ما 2 روز دیگر خدا اگر خواهد من این خیش تبارکتی قشلاق‌های تومین با ممکن با دیگر جاها با سفر میکنیم. با دوامش با صحبت خدا اگر خواهد دوام میکنه. تشکر رحمت. من اکو مرزا علی من با یک چات سخن میکنم. بچه هم یکی ما چیزی که گفتن در حقیقت بسیار جای سیر منظره و باد هواش بسیار تازه. اساسش اینکه سلامتی و فایده کلان دارد. این چیز ما در وی خودم واضح سنجیدیم. دیروز من در کدام حال بودم و امروز در کدام حال شدم. یک شب خواب رفتم الکی هم باد هوا، هم اکسیژن، کислород، همه خیلی تاثیرش برای آدم کلان که اساس برای آدم کислород. بعد آبو بعد خوراکی دیگه چیه. من بین تو برادر من گفتم که زردالو اکن فتخیم با پخته ایستاده است، ولی نغزم پختگی نه. برای اثباتش من این درخت نیال کنید من حالا نغز پختگی نه، سری شاخه و ایستادگی پایین ریختگی هم نه. حتی من زردالو اکن پخته ایستاده است. اگه شما حساب کنید که باد هوا چقدر باد هوا به نهایت سرد کنید، به نهایت. من زردالو من و این سیب اکن من شده در حقیقت همین گپ راست است. من سیب راست است. سیب هم نپخته شده است. من این زردالو بسیار زردالی عالی جناب. همین بالا همین راه کجا میرد؟ این راه به دهی میبره. بالاتر. بالاتر تا کوه بینید کوه من از کوه من نیست کنم. الان کجا میرد من؟ جنگلی سوخته شیمپوت انا اون طرفا میره. یورت شادی شیمپوت به اگه یورت شادی همیشه می در اینجا دکتر طاهری بعد خانه پسرش که در اینجا خانه همین و ساختی اجدادی بود و کوشنده اکنون میخوام زمانوی کنه اصلی نو در اینجا برای خودشان اهل آلشان یک خانه چند حجرگی میکنن با گشت پخته همش از تیار. فقط استوها از در دیگر جا بند هستن و نزدیکی به شروع میکنن به ساختن خانه ها. خلاصه روز از روز آسایشگاه دکتر طاهری آباد و زیبا شده ایستاده است و اگر نیت دارن که من بعد دوره سالاری خود را در همین جا گذرانن. در همین جا شو اجی خالص شننه که خودتم مدنی همین معوضه که حاضر
دیدی ایستادیم پر را با دکتر طاهری تعلق داره با آقای ملا ظهر. من اینجا خواجگی دهخانی کردگی رهبر خواجگی رئیس خواجگی هم هستم. قریب برابری استاد تقی‌زاده و دارم وظیفه. انگار 16 تا وظیفه داشته، انگار یک 12 تا 13 تا وظیفه دارم. وظیفه های همش معتبر محترم. من در اینجا چنانه که دیدی استاد رشته‌های بتانی جنگ آورده شده است. در اینجا من بعد آثارخانه دکتر طاهری بنیاد می‌یابد که در حقیقت ضرور است. بایگانی دکتر طاهری تا اندازه باید است که اگر همین آثارخانه نشود، البته آدم همه آخر آخران به دنیای ابد می رود. من بعد دست سری این کس بعد همین این چیزها ناپدید می شود. برای اول این کس فکری خوب میکنن که همینجا به آثارخانه کرده تمام آثارشان را در اینجا به نمایش میگذارند. اینجا فقط برای مردمی همین دهه نیست، برای همین آدم‌های اهل معرفت که به اینجا میآیند و میبینند از آثار اصلا محترم ما باخبر میشوند. من حاضر با دیدید از افغانستان آمدن، اون سفر آمدگی تمام آدمای دنیا گرد میشد. از ایران آمدن. حاضر مردم افغانستان در اینجا مهمان هستند. دفعه گذشته از ایران بودن، ما در اینجا